27 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 23:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز ظریفوف موردین سال تولدش 1999 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در جماعت دهات زرحلال از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سیمچوب بتونی کنار راست را برخورده است. در نتیجه راننده ظریفوف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 28 ایول سال 2022 تخمین ساعت 17:40 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا عابدوف نوروزجان سال تولدش 1992 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهات تقویک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به چقوری تخمینا 20 متر چپ شده است. در نتیجه راننده عابدوف و مسافرش بیازووا نظیره سعیدونا سال تولدش 1982 ساکن شهر خوجند جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 23 ایول سال 2022 با راه پنهانی به کارخانه دیزاینر واقع در کوچه حسین زاده پایتخت در آمده لوازمات کامپیوتری را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانیده شده 27500 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.